و رسانه. برگزاری رویداد تحول در سرمایه‌گذاری بالادست نفت و گاز با معرفی 200 فرصت. دستیابی به 4,580,000 بشکه نفت خام و 1,340,000,000 متر مکعب گاز در روز هدف رویداد تحول در سرمایه‌گذاری. رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست صنعت نفت و گاز ایران با هدف معرفی بیش از 200 فرصت سرمایه‌گذاری هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها، نمایندگان بازار سرمایه، اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های فعال ایرانی در حوزه اکتشاف و تولید، نمایندگان شرکت‌های خارجی، انجمن‌ها، سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران برگزار شد. این انعطاف‌پذیری و شفافیت پیامی واضح به بخش خصوصی و غیر دولتی داره که ما آماده مذاکره حتی بر سر نوع قراردادها هستیم. سازوکار تمامی این موارد در نشست‌های تخصصی این رویداد مورد بحث و بررسی قرار دارد. ما نه صرفاً به دنبال سرمایه‌گذاری مالی، بلکه خواهان شراکت‌های راهبردی پایدار و مبتنی بر منافع بلند مدت متقابل هستیم. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با ارائه بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری، مدل‌های مشارکت نوآورانه، تضمین‌های بین‌المللی و تسهیلات ویژه بستر ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به پروژه‌های کلان نفت و گاز را فراهم آورد. در رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران از صندوق تضمین غیر دولتی صنعت نفت رونمایی شد. گفتگو می‌کنم با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران آقای بوورد، ما را همراهی می‌کنن. این صندوق کارش تضمین اجرای پروژه‌های بالادست است و ارائه ضمانتنامه به مبالغ بالایی که از نظر ارزی لازم باشه ارائه میده و به یه نوعی هم بانک‌ها تضمین میکنن اجرای این پروژه را و خود شرکت نفت مشارکت میکنه در اجرای این پروژه ها به دلیل اینکه سهامدار این صندوق هستن همه. توافق گازی بزرگ ایران و روسیه. در 18مین کمیسیون دائمی همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه دو کشور برای واردات سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز روسیه از مسیر آذربایجان به ایران به توافق رسیدند. ریلگذاری‌هایی شده در زمینه‌های مختلف اقتصادی، از انرژی تا بهداشت و سلامت، در حوزه کشاورزی، در حوزه بانکی، مالی، پولی و سایر حوزه‌ها. اراده و عزم هر دو طرف بر این هست که هر چه سریعتر این محورها به دستاوردهای قابل سنجش برسند. تکمیل عملیات حفاری و بهره برداری از 8مین چاه فاز 11 پارس جنوبی. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل عملیات حفاری و بهره برداری از 8مین چاه فاز 11 پارس جنوبی خبر داده و گفته برداشت گاز از این فاز به 20 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته. شوبیر نبوی سرپرست طرح حفاری 35 حلقه چاه درون میدانی میدان پارس جنوبی گفته عملیات حفاری 5مین چاه از طرح حفاری چاه‌های درون میدانی پارس جنوبی در فازهای 15 و 16 آغاز شد. عملکرد مصوبات توسعه میدان‌های مشترک بررسی شد. گزارش عملکرد مصوبات و چگونگی رفع چالش‌های اجرایی در خصوص توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز جنوب و غرب کشور در نخستین نشست شورای اقتصاد در سال 1404 بررسی شد. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در این نشست با اشاره به گشایش‌های ایجاد شده در توسعه روابط و سیاست خارجی دولت 14 همچنین برنامه افزایش تولید و صادرات نفت خام از جمله طرح ضربتی افزایش تولید 250,000 بشکه در روز نفت خام اظهار کرده چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های تولیدی کشور هرچه سریعتر بررسی و برای رفع موانع به شورای اقتصاد و دولت ارائه بشه. انتصاب مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران با حکم رئیس سازمان حراست صنعت نفت محمد رضا ناصری کریموند به عنوان مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.